برای بافت کلاه باید گرد بافی کنیم. کل کلاه با پای کوتاه بافته میشه. برای بافت از نخ رافیای دولای تابیده استفاده کردم. قلابم شماره 4 هست. یه توضیحی در مورد گرد بافی بدم. اصولا گرد بافی انتهای هر رج یه بستی داره که ما اینجا میخوایم به صورت مارپیچ یا حلزونی ببافیم و این بست رو نمیزنیم. و چیز دیگه ای هم که هست تعداد رج ها توی این کار یا همه گرد بافی ها ما رج اول 6 پای کوتاه میزنیم، رج دوم 12 تا، رج سوم 18، رج چهارم 24 و همینطور توی هر رج 6 تا پایه افزایش داریم که این یه قانونی داره که به چه صورت افزایش پیدا کنه که حالا خیلی بلدن و بعضی هم که نمیدونن. دارم میگم که در واقع به چه صورت هست. شروع میکنیم به بافت. برای شروع باید یه حلقه جادویی بزنیم به این صورت که نخو بین این دوتا انگشت میذاریم و اینجا یه حالت ضرب در درست میشه. قلاب از اینجا وارد میشه و اینو میگیریم میکشیم و یه پای کوتاه میزنیم. داخل حلقه جادویی 6 تا پای کوتاه میبافیم. من با قلاب شماره 4 راحت بودم چون دستم یکم سفته. حالا شما با هر سایز قلابی که خودتون دوست داشته باشینم میتونین اینو ببافین. بعد اینکه 6 تا پایه رو زدیم کارمونو حلقمونو جمع میکنیم. 1 2 3 4 5 6 به این صورت. حالا اینجا میایم داخل اولین فضایی که پای کوتاه زدیم، یعنی اینجا 2 تا پای کوتاه دیگه میبافیم برای شروع رج دوم. یکم اول کار سفته. 2 تا پای کوتاه زدم. تو فضای ایجاد شده بعدی هم 2 تا پای کوتاه میزنم تا انتهای رج دوم. به همین صورت توی همه فضاها 2 تا پای کوتاه میزنم. رج دوم 12 تا پای کوتاه رو بافتم. یه نکته هم هست، این که باید ابتدای رج رو مشخص کنید. تا انتهای کلاه ما اینو لازم داریم. با یه مارکر یا یه تیکه کانوا هم میتونید این کار انجام بدید. رج سوم قراره که 6 تا پایه افزایش بدیم و تعداد پایه ها از 12 پایه به 18 پایه تبدیل بشه. بنابراین توی فضای اول 2 تا پایه کوتاه میزنم به این صورت. فضای بعد یه تک میبافم. فضای بعد 2 تا میبافم. یعنی یکی در میون دارم تعداد پایه ها رو افزایش میدم. ببینید بافتنش دیگه چون اومدم جلوتر راحت تر شد. به همین ترتیب تا انتهای رج من 18 تا پایه دارم توی رج سوم. توی رج چهارم این افزایشیام 2 تا در میون میشه. ببینید اینجا رو، این ردیف اول، ردیف دوم، ردیف سوم، ردیف چهارم یه جفت بافتم، 2 تا تک یه جفت. ردیف پنجم یه جفت بافتم، 3 تا تک یه جفت. ردیف ششم یه جفت بافتم، 4 تا تک یه جفت. همینطوری اینا رو افزایش دادم. به اندازه 18 سانت من اینو برای کفی سر بافتم و تعداد این تکیایی که اینجا هست برای من به 12 تا رسیده. حالا شما با توجه به اینکه دستتون سفته یا شله، خب احتمال داره که این کمتر یا بیشتر باشه، یا اگه بخواین کلا رو کوچیک‌تر ببافین برای بچه ببافین بازم تعداد اینا کمتر میشه. از اینجا به بعد من میخوام ارتفاع کلامو قد کلاه رو ببافم. بنابراین شروع میکنم تقریبا 9 سانت ساده بافی میکنم. ساده بافی یعنی چی؟ ساده بافی یعنی اینکه یک رج رو ببافیم بدون هیچ افزایش و یا کاهش دونه. بنابراین من میام 9 سانت دیگه این کار رو انجام میدم، میرم میبافم، برمیگردم بهتون نشون میدم. و اینکه شما وقتی ساده بافی میکنین ناخودآگاه این شروع میکنه به جمع شدن. این چیز طبیعیه. من 9 سانتمو بافتم، ساده بافی کردم، به جای رسیدم که میخوام لبه رو کار کنم.
اینجا باید یه ردیف پای مخفی و شلال بزنیم که به این صورته. ببینید باید بدون اینکه در واقع نخ کردن قلاب بندازیم وارد شیم و همین نخو از اینجا در بیاریم. یه دور این کار رو انجام میدیم برای اینکه قراره روی پیشونی بیفته یکم فیکس تر بشه و سفت‌تر باشه. ولی چیزی که من بافتم گفتم چون دستم سفته کاملا فیکسه دیگه، نمیخوام از این جمع‌تر شه، بنابراین از این یه ردیف صرف نظر میکنم. ابتدای رجم و همینجوری این گیره رو آوردم بالا که ببینم کجاست و آخرین افزایشی که داشتم برای من 12 تا بوده. الان دوباره شروع میکنم برای بافتن لبش پای افزایشی میزنم. اینجا پای افزایشی که بزنم توی اولین فضا 2 تا میزنم، بعد 13 تا پای کوتاه تکی میبافم، دوباره پای افزایشی میزنم و به همین ترتیب که پای افزایشی رو میزنم میرم بالا حالت لبه درست میشه. قد لبه هم که به خودتون بستگی داره که چقدر میخواین باشه. خب لبه کارم رو بافتم به این صورت که آخرین افزایشیم 12 تا در میون بود. اومدم از اینجا شروع کردم 13 تا 14 15 16 تا در میون تا رسیدم به 17 تا در میون. به 17 تا در میون که رسیدم لبه تقریبا تا اینجا رسید. احساس کردم که دیگه اندازه افزایشیم زیاده، بنابراین یه ردیف در میون افزایشی زدم. یه ردیف و یه رج و ساده بافی کردم، رج بعد و دوباره افزایشی زدم، چون اگه تعداد دونه‌های افزایشی زیاد باشه کلاهتون حالت فرفری وامیسته. حالا باز بستگی به شل و سفت بودن اندازه دستتون هم داره که چه جوری میبافین. یه نکته دیگه هم که خدمتتون عرض کنم اینه که میتونید کلاه و اتو بزنین که حالت ایستاییش بهتر شه. من حالت طبیعی رو دوست دارم، اتو نزدم، دوست ندارم به بافت کلام آسیب بزنم، بنابراین اتو هم نزدم. یه چیز دیگه هم که هست، انتها و ابتدای کارم و نخ اضافی داخل کار با قلاب مخفی کردم و قیچیش کردم و حسابی محکم شده که شما هم این کار رو حتما انجام بدین. این از آموزش کلاهمون. خب امیدوارم که آموزشم رو دوست داشته باشین و بافتن کلاه خیلی لذت بخش بود و اینکه خوشحال میشم که ازم حمایت کنین، فالوم کنین برای آموزش‌های بهتر و بیشتر. خدا نگهدار.